بسم الله الرحمن الرحیم. اسم از من سید عبدالله شهاب. مرکز را ایجاد کردم به نام مرکز فرهنگی علی سینا که در ولایت بامیان ما فعالیت می‌کنیم. از زمان طفولیت که علاقه‌مندی به هنر نقاشی خطاطی داشتیم، استاد نداشتیم، چون ما در خانه بودیم، اما علاقه‌مندی که داشتیم همیشه شروع می‌کردیم. اول از قلم پنسیل شروع کردیم تا نقاشی پنسیلی تا رنگ تا رسیدیم به مراحلی که خانه نمیشده که ما یک نقاشی خود با روی کاغذ خام حیف بود تا این انعکاس دادیم که بهتر و بهتر و بهتر فعلا به مراحل رسیده که ما قسمت نقاشی چیزایی که شما میبینید اول روی چوب بود تا باز از چوب کندنکاری، باز از کندنکاری برجسته کاری که به صورت تجسمی داره که نقاشی کلا برجسته شد که ما متاسفانه استاد نداشتیم، کلا استعدادی هستیم. بعد وسایلی که هم باش کار میکنیم خیلی وسایلی پیچیده است، وسایل خیلی ساده است. چطور؟ وسایل نداشتیم، وسایل نداریم، فقط همه اجناسایی که شما میبینید کلا از چاقو استفاده کرد. دیگه یک مقدار سامانای نجاری است، مثلا عرب رانده اینا چوب کلان بزرگ قطع میشه تا کم کم آوردیم که در ظرافتکاری کلا توسط چاقو استفاده میکنیم و رگنال استفاده. آقای شهاب پیش از این کنار روی چوب نقاشی بکنن، روی کاغذ نقاشی میکنن یا که روی چوب مستقیم نقاشی میکنن؟ اگر یک چیزی که همانند همدیگه بیه که کپی از بگیر که 3-4 دانه یک چیز بیه کپی میگیره. در غیر از او توانمندی از داره، مثلا شما این شترها رو میبینید. شترها اصلا گونه کپی نداشت سپورتیم که موتور جور میکنیم، به خاطر از شترها باید کم و خرد و کلان بزرگ میمون، متفاوت میمون، زیباتر میمون. اگر یک چیزی به شکل استاندارد جور کنیم که نمونه مثلا این لوگوی سارک هست، اینا کپیه که از اینا به تعداد 100 یا 200 300 دانه باشه، یک دانش فرق نمیکنه، ما کپی رو دو صورت استفاده میکنیم. در غیر او خلاقیت ما تا مو اندازه رسیده که نیاز به کپی نداره. از زمان که ما علاقمند بودیم مرکز فرهنگی علی سینا رو مستقل بدون وابستگی به کسای دیگه تا هنوز که همون مقام استادیت همین دوستا برای ما تحفه دادن که ما از استاد بودن خود خجالت میکنیم، چرا ما تحصیلات عالی نداریم، کلا کارهای ما استعدادی هست و ما به نام و مقام استاد احترام خاص قائل هستیم به عنوان استاد. من تا هنوز یک شاگرد خود اجازه ندادم که به ما استاد بگم و ما کوشش میکنیم که مواد را برای مردم ما بسیار براحتی، مثلا شیشه چیزی هست که در مغازه های ولایت بامیان بسیار براحتی، تنها در بامیان در هر جای باشه. شیشه اختراع نقاشی خود از است که از هیچ کس یاد نگرفتیم، اما با مفکوره خودم شیشه را توانستم نقاشی کردم برای مردم خود یاد دادم. از خاطر خوبیش است که بسیار برای مردم راحتی با قیمت خیلی ساده میتونن بهترین نقاشی را چی کنن برای مردم خدمت کنن. خب از چیزایی که ما شروع کردیم کلا بسیار چیزی است که آسان پیدا میشه. یک وقت مثلا من اون مطلب نقاشی میرم، یک بوتل رنگ نقاشی هست مبلغ 300 افغان. ما معادل از این 300 7 رنگ کار داریم یا 12 قلم رنگ کار داریم. 12 300 بزنیم خیلی پول بالا میشه که مردم غریب به او حد رسیدگی نداره. بنابراین ما مجبور شدیم کندنکاری را روی چوب شروع میکنیم که به صورت توسط هنر دست میتونیم نقاشی را از خود چوب و خود چوب مثل از این نقاشی که شما میبینید انجام میشه. بسیار راحت است و قیمت از این میشه ان شاء الله خوبتر بهتر باشه. البته ما یک مفکوره خاص دارم که زیادتر کپی کار نمیکنم که مثلا فلانی همچی چیز جور کرد من مثل از او جور کنم. مثلا شما خلاقیت از این رو میبینید که داره یک توجیه دادن یا تعریف کردن خاص است، ما به خاطر از فکر میکنم که ما در بخش مطالعاتی تا هنوز به این اندازه خودمون فکر نکرده که ما من حیث یک فرشته هستیم خودمون بیایم به خود یک دفعه مطالعه میکنیم. هر انسان خودش خود مطالعه کنه تمام مشکلات ما و شما در سطح عموم حل میشه. ما خلاقیت کارهای ما به اصطلاح تمام چیزی را که میگیریم یک دفعه از بخش زیبایی میگیریم، مثل نمونه از این گل
این زیبا هست اما تشبیهات بسیاری خوب داره. این مقام استاد است، این مقام شاگرد است، این مقام به اصطلاح همون بخشیت علم ما چی میکنم تجسم میکنم به صورت یک گل و بلبل. از لحاظ زیباییت اینا رو کپی میکنیم ولی این کپی نشده، این کپی نشده اما اندازه خودش. و بخش نقاشی که زیادتر به اصطلاح ما میخوایم روی چوب نقاشی میکنیم، هدف هم اینه که همون نقاشی با یک عکس مطابقت شود. شما مثلا یک عکس میبینید که اسمش نوشته شده فلانی، ما تلاش داریم بدون اسم یک مشتری بفهمد که این فلانی هست و اونمو خلاقیت خود روی کارهای هنری بسیار زیاد کوشش میکنه که موفقانه اجرا کنیم. دوستی مفهوم چی رقم پیچیده ترین دوستی سوسا. ما یک چیزی رو که میسازیم تلاش ما اینه که مشتریای ما وقتی میبینن یک کم متحیر باشه، شگفت زده باشه. مثلا اگر شما سابقه نمیداشتید من کوزه در خدمت شما قرار میدادم که اگر شما گفتید که داخل از این کوزه چیه، همین تحفه شما است و شما از کجا نمیدانید که داخل از این دو اثر فرهنگی بسیار گرانبهای با میان بین از این نقش شده، یعنی خیلی زیبایی که شما باید بگید. در غیر از توانمندی از که یک نقاش حاضر میتونه یک جانساری که کار هنری خود مفت رایگان میتونه تو شما بگید که در بین از چی هست. خب اگر گفتی که واقعا چقدر جایزه رو میبره دیگه، اگر هم نگفتید با شما دیگه مشتری چقدر هم بزرگ باشه، وزیر باشه، وکیل باشه، این کارو نمیتونه. خب ما نمیگیم باز ما پس خودمون. هدف دوم اینه که ما میخوایم نقوش‌هایی را که جور میکنیم روی یک بخشای بافتخور مختلفی خلاقیت خود ما باشه. ما قبلا هم شما گفتیم ما چیزی که جور میکنیم باید نمونه جور کنیم که با کسایی که دیگران هرچی نقاشی کردن ما یک چیز دیگه بسازیم که در کلی از اون نبود، در کلی از ما بود. اما خلاقیت فکری خود ما که تجدید داشته باشیم. مثلا شما در این مرحله دیدین این چیز جور کنیم، ولی در آینده باید یک چیز دیگه هم معماگونه باشه که به اصطلاح بتونه یک کسی بگه که داخلی از این چیز. هدف ما از این کارهای ما این کار است. هدفش همی بوده که در اون زمان صلح امنیت به اندازه حاکم بوده که شما یک ساربان میتونید 3-4 تا شتر به تنهای خود از دشتا و صخره‌ها و بیابان‌ها عبور میکرده، کسی مزاحمتش نبوده. هدف ما صلح اندیشی هست که در اون زمان صلح به این اندازه پیشرفته بود. تصویر که میبینید یک دختر مهاجر است، اینجا یک نخلستان است
که در یک خیمه زندگی میکنه، سوخت نداره، رفته از اونجا سوخت جمع آوری کرده و لباس ملبس با لباس ایرانی است، اما محرومیت و مظلومیتش نشان میده که یک مهاجر به این وضعیت قرار داره.